خب به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی. همچون که دوستان روی میز کار رو دارین میبینین، امروز یه لامپ LED داریم که نیاز به تعمیر داره. ببینیم میشه برای این ما یه چیپ عوض کنیم یا نه. حالا قبلا داخل ویدیوهای دیگه توضیح دادم اگر از این آچارا داشته باشیم، اینو که ما باز کنیم با اون آچارا مجددا میشه این سرپیچ رو روی این قاب پرس کرد. ولی اگه نداشته باشیم بعد ما باید ببینیم که راه میده ما درایور رو حذف کنیم و سیمش رو ادامه بدیم بیاریم بالا و یه دونه از اینا رو براش استفاده کنیم. اگر اون ویدیو رو هم ندیدین میتونین اونم ببینین. این یه بارم دوستان تعمیر رفته، مجددا به مشکل خورده. معمولا اینا چون که همه با هم دیگه LED رو کار میکنن، عمرشون هم به نسبت با همدیگه میاد پایین و خرابیشون زیاد است دوستان و تعمیر و تعویض LED زیاد جوابگو نیست و مجددا به مشکل خواهند خورد. حالا برای این کار ما باید این دوتا سیم رو خارج کنیم. این دوتا سیم رو ما اینجا جدا کنیم، برد رو در بیاریم، ببینیم که چه کاری میشه برای این انجام. اگر چیپ بشه براش عوض کرد که به نظر من بهترین کار همونه و قرار همین کارم براشون انجام بدیم. اگر راه نداد بعد بیایم و LED ها رو براش خارج کنیم. نگاه کنید دوستان، این چون برده خودش مثل هیت سینک عمل میکنه نمیذاره دوستان به این راحتی لحیم آب بشه. حالا یک شما باز کردیم، بریم یکی دیگه. این چقدر راحت باز شد. خب نگاه کن، اینجا هم گرفتن چسب به نظر میاد خمیر سیلیکون زدن تا اینکه چسب سیلیکون زده باشن. این چهار طرف فشار میدیم و برد LED ها رو خارج میدیم. حالا نمیدونم کی بوده که به جای چسب اومده خمیر سیلیکون زده و نمیخوام دست بزنم. چرا؟ چون که اینا دوستان همین خمیر سیلیکونه. نگاه کن، خمیر سیلیکون زده و دیگه بعدش چی نداره دیگه، نمیشه چیزی گفت. در حال عرضم به حضورتون که اینم درایورش هست و پوست خازنش هم اصلا کنده شده. آیا احتمال داره که خود درایوره خراب باشه؟ سریع در بیاریم. این قسمت یکی از رشته های برق ماست، برق ورودی. اوه خازن ورودیشون دوستان اوضاعش خیلی خرابه. این نمیشه دوستان. سیم رشته دیگه سیم ورودی ما به این ماژول درایوره راهی نمیده متاسفانه. نمیتونم اینو لیمشو آب کنم، اینو خارج کنم. کار بسیار سختی است چون فضا متاسفانه فضا نداریم براش. خب لیمش باز شد. خب این درایور ماست. نگاه کنید دوستان، من همونجا نگاه کردم دیدم این
لیما حالا نورم درست نمیافتاد داخلش، چون داخل هست اینجا قرار میگیره و هیچ دیده نمیشه. خب ولی دیدم این لحیما دوستان به جای اینکه برق بزنه، مثل کجا بگم، نگاه کنین الان لحیما اینجا رو نگاه کنین، اینجا رو نگاه کنین، پایه قطعه که لحیم شده رو نگاه کنین، نسبت به این برده اصلا پی سی بیش که کباب شده سیاه شده. اینا به حدی لحیما گرم شدن که میگیم میخواستن آب بشن و تغییر رنگ دادن و شکلشون تغییر کرده. حالا ما اینو موقع لحیم کشی یا قلب کشی اینجا الان حدش بلند شده، ولی اینو اگه بخوایم از این که دیگه نمیشه استفاده کرد. نگاه کنید تمام خازن ها دوستان جلاشون همه ترکیده. این خازن رو نگاه کنید، کناریش رو نگاه کنید، این خازن خروجیش رو نگاه کنید. جالبه هیچی بازیرم نمیزنه. صرفش سالمه. این دو پای دارن بوق میزنن، با این پای هم بوق میزنن. این خازن ماست، خازن تغذیه این آیسی. این بوق نمیزنه، ولی ما سه تا پایی برداریم که این دوتا با همن، با این اتصال ندارن. این دو پایه سه تا از این به هم متصلن. حالا این که میگی به وسیله مسیر به هم متصلن، ولی به این پایه چرا بازر میزنن معلوم نیست. اینجا مقاومت های احم بالا، اینجا دیود داریم، اینجا این خازن 400 ولتی رو نگاه کنید اصلا چهار شده، اصلا ترکیده تمام دم دستگاهش زده بیرون. همچنین این خازن و این خازن چه اتفاقی برای این افتاده که اینجوری شده؟ خب ما اگه بتونیم از اینجا سیمی لحیم کنیم بیاریم بالا، یه دونه از این بردا رو براش نصب. این سیم دیگه برق ورودیمونم که مشکل باش نداریم. نگاه کنیم ببینیم این دوتا سیم میرسه به این. این سیم خودش برای ما پارسال هست و جوابگو هست. خب
کوتاهیشون حدوداً یک اندازه هستن. حالا که کوتاه‌تر باشه رو نه یکی هستن. حالا من اینو اگر بذارم بذارمش اینجا و این قسمت مثبت منو خب اگر این بیاد اینجا این مقدار کارمون سخت هست ولی شدنیه. الان باید این سیمو به یه طریقی به این سیم داخل که خیلی هم فاصلش کمه و کوتاهه بتونم اینو به یه طریقی لایمش کنم. ببینیم چطوری میشه اینو ما لایمش کنیم. طریق اینو لایمش کنیم. خب لاییم شد دوستان، اتصالش هم خوبه، من میکشم رد نمیشه. اینجا فقط من یه تیکه وارنیش بذارم داخل این که احیانا اتصالی چیزی به وجود نیاد. یه تیکه وارنیش بریدم براش. بدیم بره داخل قشنگ دوتا سیم ما رو بپوشونه. وارنیش رو گرم کنیم که خب این از این سیم، این از این سیم. حالا بذارم تمیز کنم تمام دستای ما رو داغون که باش کارایی میکنن بعضیا. اینقدر خمیر سیلیکون زدن که اومده دور این الیدیه رو کامل گرفته، کامل اومده دور اینو گرفته. حالا راهش چیه دوستان؟ راهش اینه،
اینجا هم داره، داخل اینم پر کردم. خب راه روشش به این صورت نگاه کنیم. ما این دوتا سیم رو باید از اینجا بدیم بیرون. به این صورت. خب اینو باید برعکس کنیم که بشه هیت سینگ این برد جدید. برد جدید هم باید بیایم اینجا چیکار کنیم؟ روی قسمت فاز و نور این سیما رو ما لحیم کنیم. خب و اینم باید پیچ بشه روی این برده. بذاریم من الان یه مقدار قد اینجا بزنم. در حدی که نیازه میاریم بیرون، بقیه‌اش رو میدیم تو و اینو اینجا لحیمش میکنیم. حالا خوب نشه بریم مجددا درستش کنیم. این یکی لحیمش خوب شد ولی این نه، این حالا مجدداً باید به حد گرم بشه که قشنگ سیمو نگه داره. چون جاش ثابت نیست، بازی داره، یک مقداری کار ما سخت کرده بسیم. باید یه جایی باشه که ثابت باشه. خب اون یکی هم که لازم نیست که ببریمش. اینا رو باید چک کنیم. من تجربهش رو داشتم، اینو باید چک کنیم که
کاملا محکم شده باشه، بعدا با کوچکترین فشاری لیمش کنده نشه، ولی اینا خوبه. خب الان کافیه که ما اینا رو علامت گذاری کنیم. خب من اینا رو سولاخ کنم دوستان بعد بیام. خب 4 تا پیچ آوردم، بریم اینا رو جایی که علامت زدیم و یه سولاخی بزنیم. مته کوچیک داشتم شکسته، یکی دیگه هم ازش بوده، نمیدونم کجاست. امیدوارم رزوهایی که زدیم الان برای این گشاد نباشه. خوبه. الان زیر اینم میشه خمیر سیلیکون زد. خب تنظیمش میکنیم. یکی روبرویش خیلی مهمه، این درست بیاد بقیه هم درست میاد. این برتر بزنین که گل پیچش زیاد نزدیک باشه. میبینی اومد گل افتاد مثلا روی LED ها. اینم یکی لطفا برای این برگرد بزنیم. برادار از زیرش جمع کنیم که فاصله نندازه. این مقدارم خمیر سیلیکون بزنیم بهتره، نمیدونم کجا گذاشتمش. خب پیداش کردم. یه سولاخ خیلی کوچیکی زدم که زیاد ازش نیاد بیرون. دیگه مثل خیلی خیلی هم تنگ بودن فایده نداره. یه نقطه‌ای بر بزنیم. ببره دستم ضرر داره دیگه، ولی جنس بدیه این، چقدر سفته. نکنه طرف مثل همینو خریده فکر کرده چسب سیلیکونه و استفاده کرده در تعمیر قبلی این. ولی ما با این کار حالا درسته شاید هزینه‌اش بیشتر باشه برای مشتری یا مصرف کننده، ولی این کار بهتری و اصولی تری هست و بهترم کار میده. ولی اون تعویض LED ها دوباره طرف رو برمیگردونه.
یه مدتی که کار کنه مجددا برمیگرده که آقا این خراب شده، مجددا درستش کن. خب من پیچاشو ببندم. چارسوم کجاست؟ بعد دنبال این لوازم من بگردم. زیاد نمیشه صفر کنیم پیچا، مته ریستری باید میزدم. خب اینم از این. حالا برای تست کردن بذار من اینجا یه لامپ دارم رو میز روشنه، اینو بازش کنیم. اینو بزنیم اینجا، اگر مشکلی نباشه باید روشن بشه. لامپ تستم نیست، ولی مشکلی نداشت خدا رو شکر. نگاه کن دوستان، اینم از این لامپ. حالا من بازش کنم، یه مقدار کار کوچیک دیگه هم داره، اونم باید روش انجام بدم و تمام. خب حالا چیش مونده؟ نگاه کن دوستان، اینو گرفتن قبلا متاسفانه چسب 1 2 3 زدن. این خیلی کار اشتباهیه. حداقل تعمیرکار این کارو نباید بکنه، خود مصرف کننده های هم نباید بکنن، چون دردسر درست میشه مثل همین الان. بعدن که اینو بخوای تعمیرش کنی و یه جوری راش بندازی، این تلقه میشکنه، همونجور که الان در این نمونه شکسته. خب ما رو چیکار کنیم دوستان؟ یه مقدار چسب سیلیکون این چند طرف این میزنیم. خب چون که این پیچا زیاد اعتبار بهشون نیست الان. اگر پیچ مثل وضعیت ما الان نمیشد، مثلا ما یه پیچی میذاشتیم که خوب کیپ میگیره و رد نمیکرد، نیاز به این کارم نبود. الان نگاه، این پیچه این دیگه الان بیفایده شد. این پیچ ما اینجا دیگه فایده ای نداره. مگه یک پیچ رزتوهان بزرگتری برای اینجا من قرار بدم. حالا در همین حد اینجا قرار شدم که از هیچی بهتره فعلا. خب وقتی ما این 4 طرف هم چسب زدیم، کافیه که اینجا هم دوستان یه چسبی بزنیم، مثلا الان یه چسب سیلیکون بزنیم، اینو جا بزنیم دیگه. این ترقیف من تازه ترمیم کردم دوستان، خیلی جا شکسته بوده. حالا گفتم ارزش نداره، ولی خب دیگه گفتن آشنایه و ما هم رفتیم که یه جوری اینو راش بندازیم و ویدیو هم برای دوستان بگیریم. نگاه کنید من اینو جا زدم، از همه طرف ها جا خورده. حالا کافیه یه مقدارم چسب سیلیکون هم اینجا بزنیم. این چسب سیلیکون دیگه میاد اینو میگیره و نمیذاره دیگه دوستان از جاش در بیاد. این دو قسمت و این از داخل هم چسب سیلیکون خوردن دوستان، دیگه کارشون نمیشه. اینم کار نهایی تعمیر این لامپ LED. بهترین کار همین بوده دوستان. شاید ما این درایور هم عوض میکردیم و لامپ ها روشن میشدن و مشکلی نداشتن، ولی اون لامپ های LED کار کرده بودن دوستان و مستهلک شده بودن. بهترین کار
همین بود که من الان انجام دادم. این کار میره عمری میشه، باز چند سال به راحتی براشون کار میکنه و بدون مشکل راضی هم هستن. اینم از این ویدیو، امیدوارم برای دوستان مفید بوده باشه. یه ویدیو دیگه هم هست داخل کانال مشابه همین دوستان، اونم خواستین لینکش میذارم بالا ببینین. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدارتون. یا علی مدد.